نشر تازه ترین تصاویر عاشقانه تهمین ارسلان و شهزاد الفت برادر قیس الفت. مراسم نامزدی تهمین ارسلان با شهزاد الفت در کشور کانادا، اشتراک قیس الفت و سرودن تازه ترین آهنگ قیس الفت برای برادرش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. تهمین ارسلان یکی از هنرمندان با استعداد، موفق و این روزها شهرت و محبوبیت هنری خاص خودش را پیدا کرده است. تهمین ارسلان در یک خانواده هنری دیده و جهان گشوده است. وی بزرگ شده کشور استرالیا می باشد. در سرودن آهنگ‌های عاشقانه چنان دست بالایی دارد که علاقه‌مندان و طرفداران تهمین ارسلان در میان افغان‌ها بیشمار بوده است. تهمین ارسلان در کشور استرالیا با امید نظامی چندین بار آهنگ‌های دوگانه سرود، ولی این روزها آهنگ‌های دوگانه‌اش با شهزاد الفت برادر قیس الفت گل کرده است و بازدید بیش از 5 میلیون بار در یوتیوب را از آن خود کرده است. تهمین ارسلان تصاویر عاشقانه‌اش با شهزاد الفت در صفحات مجازی دست به دست می شود که گویا این دو با هم نامزد شدند. ولی تا کنون حقیقت این ماجرا به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست، ولی تهمین ارسلان سفرهای بیشماری به کشور کانادا داشته است و دید و وادید از این شهزاده کرده است. شهزاد الفت برادر قیس الفت علم هنر موسیقی را از برادر و پدر بزرگوارش آموخته است و آهنگهای غزل و گاه آهنگهای پاپ بیشمار می سراید. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت لایزال استدعا دارم. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان تمنا دارم. تا درود دیگر، امیدتان را به الله منان سپرده، موفق و کامیاب باشید.